سلام به همه شما همراهان عزیز هویج. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. احتمالا شما فکر میکنید که آدمای غیرعادی رو تنها میتونید تو فیلمایی مثل ایکس من یا دیگر فیلمهای علمی تخیلی ببینید و اینجاست که اشتباه میکنید. خیلی افراد با نیروهای ماورا و طبیعی روی کره زمین هستند. اونا همه رو با قدرت‌های فوق‌العاده‌شون شگفت زده میکنند. در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید تا درباره اونا با هم صحبت کنیم. حسنا مسلمانی، این دختر اهل لبنانه. تنها 12 سالش بود که توانایی فوق‌العاده‌اش کشف شد. اون روز تو مدرسه بود یا بر اساس منابع دیگه‌ای خونه بوده. ناگهان یه جسم خارجی رو توی چشمش احساس کرد. چشمای این دختر درد میکرد، پس مادرش فوراً بردش دکتر احمد آراد. اون بر اساس گفته خودش تونست 3 شیشه شفاف کریستال مانند رو از چشم حسنا خارج کنه. اگرچه اون هیچ توضیحی برای این پدیده نداشت. پس خانواده‌اش بعد از این اتفاق برگشتن خونه و گفتن شاید یک موردی بوده که دیگه تمام شده. از اون روز به بعد حسنا هر روز 7-8 تا قطعه کریستال گریه میکنه. خوشبختانه اون هیچ دردی احساس نمیکنه وقتی که این اتفاق میفته، چون کریستال ها توی یک قشای ژلاتینی هستن. وقتی که تولید میشن برای چند لحظه شفافن، اما فوراً بعد از اون سفید و سخت مثل شیشه میشن. به علاوه کریستال ها شبیه الماسن و خیلی تیز و سختن. این داستان فوق العاده سریعا همه جای دنیا پخش شد و حسنا و اشکاش به معجزه لبنانی معروف شدن. متاسفانه دکتر هیچ توضیح موثقی نداره. بعضیا میگن که اون به یک بیماری خاص مبتلا شده، مریضی که به خاطر اختلال در متابولیسم آمینو اسیده. اگرچه مردم اعتقاد دارن الماس‌های حسنا یک معجزه واقعی ان و اغلب برای دیدنش میان خونش و یکی از اون الماس‌های مرموزش رو میگیرن. تیم فریدا. احتمالاً هیچکس داوطلبانه موافقت نمیکنه که یک مار نیشش بزنه، خب مگر اینکه به خاطر علم باشه. اما تیم هر کسی نیست. اون ادعا میکنه که حداقل صدها بار به وسیله مارهای مختلف نیش زده شده که شامل منبای سیاه معروف هم میشه. این مار حسابی خوب گاز میگیره و گاز این مار میتونه باعث مرگ تو کمتر از 20 دقیقه بشه. اما تیم ادعا میکنه که بدنش یک مصونیت قوی در خودش داره که به علت تزریق پروتئین سم رقیق شده. اما چرا اون این کارو میکنه؟ خب خود تیم ادعا میکنه که برای یک هدف والا و ثابت کردن به همه دنیا که مردم میتونن حتی در برابر خطرناکترین سم مار هم مسئول باشن. بر اساس آماری که تیم میده، در حدود 125,000 نفر در سرتاسر دنیا هر سال از نیش مارها میمیرن. اون میخواد که اینو متوقف کنه و به همین دلیل روی خودش آزمایش میکنه. اگرچه که نمیتونیم بگیم که بدن تیم اصلا به همه این نیش‌های خطرناک هیچ واکنشی نشون نمیده. گاهی اون علائمی از آلرژی و حتی مسمومیت رو بروز میده، اما بدن ورزیدش میتونه با اونا کنار بیاد. شان الیس. انسان‌ها و گرگ‌ها اغلب سازگار ناپذیر به نظر میان. به نظر میرسه هیچ راهی نیست که گرگ و انسان بتونن با هم باشن، اما شان این ایده رو شکست داده و چیز دیگه ای ثابت کرده. این محقق حیوانات انگلیسی برای زندگی در بین گرگ‌ها و جزئی از گله گرگ‌ها شدنش شناخته میشه. برخی از مردم فکر میکنن که شان فقط یک آدم عجیب غریبه که زندگیشو به خطر میندازه. دیگران باور دارن که اون دنبال آدرنالین و محبوب شدنه. باز هم دیگران قانع شدن که اون یک متعصبه که خودش رو وقف علم و تحقیقات واقعی کرده، کسی که لیاقت ستایش شدن رو داره. برایشان این قضاوت‌ها تفاوتی براش نداره. اون فقط کارش رو انجام میده و واقعا خودش رو صرف این کار کرده. برای مطالعه این حیوانات مهاجم، راحتی زندگی مدرن رو بیخیال شده و با یک گله گرگ زندگی میکنه و برای مدتی رهبر اونا شد. بقیه گرگ‌ها ازش اطاعت میکردن و کاملا بهش اعتماد داشتن. زمانی که شان به عنوان یک رهبر دوپا و نانآور براشون یک لاشه آهو میاره، این حیوانات گرسنه با صبوری منتظر میشن تا اون راضی باشه و تنها در این زمان شروع به خوردن میکنن، مثل هر خانواده دیگه‌ای. در طی ماه‌های طولانی زندگی با حیوانات، شان میبایست که قوانینشون و عادت‌هاشون رو یاد بگیره و کاملا زبان انسانی رو فراموش کنه و میبایست زوزه کشیدن گرگ‌ها رو هم یاد میگرفت و البته هم موفق شد. شان زبان گرگ‌ها رو یاد گرفت و به طور صحیح همه صداهایی که این گرگ‌ها برای ارتباط استفاده میکنند رو تقلید کرد. برای حفظ بوی بدنش نباید دیگه هر روز حموم میکرد. اون همچنین روی زمین میخوابید. این تلاش ها نتیجه داد. مرد گرگ نما نه تنها عضوی از گله شد، بلکه شروع به فهمیدنشون و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش علمی کرد. استانیسلاو مونستویلن. میتونین تصور کنین که یه آدمی ماسه بخوره. راستش این یک پدیده نادر اما واقعیه.
یکی از اون آدمای ماسه‌خور محشر استنیسه. این زن که بیش از 70 سال ادعا میکنه که حالش خوبه، اما خیلی قبلتر دکترها یک تومور مغزی بدخیم رو در اون تشخیص دادن. استانیس از سردرد رنج می‌برد و تنها 1 سال بیشتر فرصت زندگی نداشت. یک روز از کنار یک رودخانه عبور کرد که ناگهان میل به خوردن ماسه پیدا کرد. این میل یک میل عجیب به نظر میاد، اما یه جورایی خوردن ماسه وضعیتش رو بهتر کرد و خیلی زود از شر بیماری خلاص شد. در طی سالها استانیسلاو با رژیم ماسه کاملا وفق پیدا کرد و کاملا احساس سلامتی میکنه. اون درباره مزه این غذای غیر عادی میگه هر ماسه‌ای مزه خودشو داره. برای مثال بعضی از این ماسه ها اصلا هیچ مزه‌ای ندارن و مثلا ماسه قهوه‌ای خیلی ترشه مثل لیمو. حتی ماسه شیرین و تلخ هم داریم، اما اغلب چندین مزه رو یکجا دارن. اما باید بگیم که دانشمندا خیلی درباره این رژیم معدنی مشکوکن و پیشنهاد نمی‌کنن که ازش یاد بگیریم. چاندرا اورام، یک مرد به نام چاندرا اورام در هند در ایالت بنگال غربی زندگی میکنه. مردم محلی خیلی براش احترام قائلن، گرچه که چاندرا اونقدر هم پیر نیست. داستان این آدم اینه که اون یک دم 30 سانتی متری داره. همسایه‌اش خیلی مذهبیان. اونا اعتقاد دارن که این یک نشانه الهیه که نشون میده چاندرا یک مرد معمولی نیست، بلکه حلول یک خدای میمون توی اون اتفاق افتاده. چاندرا نمیخواد که با اونا جر و بحث کنه، بلکه اون با خوشحالی مهارت بالا رفتن از درخت رو به نمایش میذاره. شایعه شده که لمس کردن دم مقدس میتونه خیلی از بیماری ها رو درمان کنه و حتی براشون خوشبختی بیاره. پس تعجب نداره که کلی از مردم به خونش سرازیر میشن. خود این مرد ادعا میکنه که بدون دمش نمیتونه زندگی کنه. وقتی که جوان‌تر بود دکترها پیشنهاد قطع کردن این عضو بی‌مصرف رو دادن، اما این اتفاق نیفتاد. این پسر خیلی مریض شد و جراحی میبایست که کنسل میشد. گرچه شکوه معنوی کمکی به چاندرا در زندگی شخصیش نمیکنه. برای مدت طولانی اون نمیتونست که همسری پیدا کنه. 25 زن از ازدواج با اون خودداری کردن فقط به خاطر دمش. آدرین لوئیس، گاهی مادر طبیعت به افراد حقیقتا استعدادهای خاصی میده. مثل این دختر اهل میشیگان، آدرین لوئیس ظاهرا درازترین زبان رو داره. این یک تشبیه نیست. آدرین واقعا میتونه دماغ، چانه، آرنجش و حتی چشماشو با اون لمس کنه. شرط می‌بندیم که شما هم امتحان کردید. تونستین؟ زبون آدرین واقعا هر کسی رو که برای اولین بار میبینتش شگفت زده میکنه و زمانی که اون نشون میده که میتونه آرنجش رو با زبون لمس کنه. اینطور که این دختر ادعا میکنه زبونش بیش از 10 سانتی متر طول داره که ظاهرا از طول رکورددار فعلی دنیا که اهل کالیفرنیاست درازتره. کانتریکان، توجه، اینو در خونه امتحان نکنید. اسم این آشپز تایلندی کانتریکانه و همه ی دنیا میشناسنش و برای توانایی منحصر به فردش اون میتونه دستش رو توی روغن داغ فرو کنه بدون اینکه بسوزه. کان اینو اتفاقی کشف کرد. مثل همیشه اون داشت توی خیابون تایلند گوشت سرخ می‌کرد که یک سنجاب روی درخت پرید و یه عنبر رو درست توی روغن داغ اون انداخت. روغن داغ روی دست و صورت این مرد باشید. تصور کنین که کان چقدر شگفت زده شد وقتی که تو آینه نگاه کرد. هیچ اثری از سوختگی ندید. حتی قرمز هم نشده بود. اصلاً اثری از سوختگی نبود، مثل اینکه دوش آب سرد گرفته باشه به جای روغن داغ. بعد از اون کان شروع به آزمایش درآوردن مرغ سوخاری از مایتابه با انگشت لخت کرد و مردم دورش جمع شدن تا ببینن و البته که تا حالا همچین چیزی ندیده بودن. در نتیجه کان مشهور شد و حتی وارد کتاب رکوردهای گینس شد. سولو کایلینی، خیلی از مردم از این صحبت میکنن که میخوان با طبیعت ارتباطی خاص داشته باشن، اما بعضی فقط انجامش میدن. در شمال فنلاند 30 کیلومتر پایینتر از شهر کوسامو یک مزرعه قدیمی در کنار دریاچه هست که نام صاحبش بین اهالی محلی شناخته شده است و حتی در سرتاسر دنیا. راز محبوبیت سولو روی کرد و نزدیکی اون با حیوانات وحشی، یا بهتره بگیم رابطش با این جانوران که حتی خیلی غیر عادی به نظر میرسه. سولو اینطور توضیحش میده که اون از بچگی تو جنگل بزرگ شده و همیشه دوست داشته که با ساکنین اصلی جنگل بپره. سولو 10 سالش هم نبوده که یک خرس از نزدیک دیده. وقتی که این پسر بچه بزرگ شد خونش رو تبدیل به پناهگاه برای حیوانات وحشی کرد. شانسی بود که اون در یک تحقیق شروع به کار کرد که در نتیجه اون مردم خرسایی که زخمی شدن رو به خاطر تصادف و شکار پیش اون بیارن. اون ازشون مراقبت میکنه و بعد به جنگل برشون میگردونه. اما خرسای کوچولو زخمی حاضر به جدا شدن از اون نشدن. کم کم یک رابطه واقعی بین سولو و خرسا شکل گرفت. اون این حیوانای وحشی رو انقدر خوب درک میکنه که بهش لقب مرد خرسی دادن. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید.
نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.